خانه کعبه بنایی رازآلود در قلب مکه است، بنایی که قرنهاست مرکز توجه مسلمانان و محل گردهمایی میلیون‌ها انسان شده است. اما پرسش اساسی اینجاست: این خانه را چه کسانی ساختند و ریشه های آن به کجا باز می‌گردد؟ در روایات اسلامی آمده است که کعبه نخستین بار به دست حضرت آدم بنا شد و سپس ابراهیم و اسماعیل آن را بازسازی کردند. ابن عباس حتی روایت می‌کند که این بنا درست در زیر بیت المعمور در آسمان قرار گرفته است. گویی اگر چیزی از آسمان فرو افتد بر کعبه خواهد نشست. اما روایت‌ها تنها به سنت اسلامی محدود نمی‌شوند. برخی پژوهشگران باور دارند که کعبه ارتباطی عمیق با آیین‌های خورشیدی و مهرپرستی دارد، آیین‌هایی که در ایران باستان ریشه داشتند. در این دیدگاه انتخاب مکان مکه و ساخت بنایی چهارگوش و بی‌سقف در میانه بیابان نمی‌تواند صرفاً اتفاقی باشد. خورشید در آیین مهرپرستی جایگاهی مقدس داشت و همین نکته پرسش‌هایی درباره پیوند میان کعبه و معابد خورشیدی ایران برمی‌انگیزد. شباهت‌های دیگری نیز مطرح شده است. نماز مسلمانان از نظر شکل و حرکت شباهت‌هایی به نیایش‌های زرتشتی دارد. حضور سلمان فارسی، ایرانی جستجوگر حقیقت، در آغاز اسلام نیز به این فرضیه دامن زده است. او پیشتر با آیین زرتشتی و مسیحی آشنا بود و برخی منابع حتی گفتند که ممکن است محمد شیوه‌ای از نماز را از سلمان یا سنت‌های موجود در منطقه الهام گرفته باشد. از سوی دیگر برخی محققان بر این باورند که ابراهیم شخصیت اصلی در ساخت کعبه می‌تواند ریشه‌هایی در اسطوره‌های ایرانی داشته باشد. اخترشناسان ایرانی جهان را به 7 فلک تقسیم می‌کردند و باور داشتند که خدایان و سیارات بر زندگی بشر تأثیر می‌گذارند. در همین چارچوب ارتباط میان خورشید، آسمان و مکان مقدسی چون کعبه پررنگ‌تر به نظر می‌رسد. بناهایی در ایران باستان مانند آتشکده‌های زرتشتی و معابد میترایی شباهت‌هایی با کعبه داشتند. حتی برخی پژوهشگران از آتشکده ابراهیم یا کعبه زرتشت در نزدیکی تخت جمشید یاد می‌کنند. بنایی که شباهت زیادی به کعبه مکه دارد و به آیین مهرپرستی پیوند داده می‌شود. این همه سبب شده تا عده‌ای بگویند شاید کعبه تنها یک بنای محلی نبوده، بلکه زیارتگاهی مشترک برای اقوام مختلف خاورمیانه باستان بوده است. زیارتگاهی که با خورشید، ستارگان و آیین‌های کهن پیوند داشته است. جشن‌های خورشیدی همچون یلدا، نوروز و مهرگان همه نشانه‌هایی از اهمیت خورشید در فرهنگ ایرانی هستند. فرهنگی که بی تردید بر منطقه شبه جزیره نیز اثر گذاشته است. در نهایت حقیقت تاریخ کعبه در پرده‌ای از ابهام باقی مانده است. شاید ایرانیان در ساخت یا بازسازی آن نقشی داشتند، شاید هم نه. اما آنچه روشن است این است که این بنا نه تنها در تاریخ اسلام بلکه در حافظه جمعی ملت‌های باستانی خاورمیانه جایگاهی یگانه دارد. اگر این روایت برای شما جالب بود، کانال ما رو سابسکرایب کنید و نظراتتون رو در بخش کامنت ها برای ما بنویسید.